استخرگاه گیلان یه روستای باصفا که انگار یه تیکه از بهشت. کندلوس، روستایی در آغوش البرز با موزه‌ای که قصه مردمشه و با کوچه‌های سنگ فرش شده و خونه‌های چوبی که بوی نون تنوری در اونها میپیچه و هوش از سر میپرونه. شفیع‌آباد کرمان، دیوار به دیوار کویر لوت. 10 سال پیش اینجا داشت زیر فشار خشکسالی و فقر و مهاجرت کم کم نفسهاش تنگ میشد. اما مادران و دختران روستا که به زنان آفتاب معروف شدند، با صنایع دستی و احیای قنات‌ها روستا رو دوباره از خاک بلند. خیلی قشر، نماد گردشگری سبز، جایی که مردم بومی شما رو با آلاچیق‌های شناور کم صدا به جای قایق‌های موتوری به تماشای جنگل‌های حرا میبرن و با رستوران‌های دریایی و جشنواره‌های خوراکیشون مزه جنوب رو جهانی میکنن.